یوگا چطورید بچه؟ خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو هم مثل همه ویدیوهای قبلیمون در مورد توییک کردن و اپتیمایز سیستمه و میخوام امروز بهتون دو تا پک توییک، یه پک برای موس بوردتون، یه پک هم برای نتورکتون که بتونید توییک کنید و بهترین پرفورمنس رو بگیرید. دیگه حرفی سخنی نیستش و لطفاً بچه توی چنل دیسکوردمون جوین شید، لینکش تو دیسکریپشن هست. هر آفری که برای خرید توییک، خرید سافت میخواید، هر چند وقت یه بار میزنیم که تو این شرایط بد مملکت بتونید با تخفیفی که میزنیم حتی بتونید پکی که میخواید رو بخرید. و همه آیتمایی هم که میبینید اینجا هستش، از سافتم گرفته، از این بوستا و همه چی، از بیلد پلیس پک ها و همه چی هستش. اگر خواستید برید تو دیسکورد جوین بدید، تیکت وا کنید و راهنماییتون کنم. امروز پکی که میخوام بهتون معرفی کنم بچه این ستا هستش. خب بذار من صدا رو کمم کنم. خب بچه این پک ها هستش که اینو داخل دیسکورد میذارم و حتما باید تیکت وا کنید تا بتونید این پک رو داشته باشید. خب این از گزینه دانلود این پک و کلا این داستان و ایناش. و پک که وا کنید، اول از همه شما باید ریسو پوینتتون رو بگیرید. ریسو پوینت چیه؟ ریسو پوینت برای وقتی که اگر توی رو سیستم شما خوب نبود یا هر مشکلی داشتش بتونید دوباره برگردید به همون حالت قبلی که بوده. خب پس همه اینا رو میتونید استفاده کنید. همه پک ها داخل چنل دیسکورد هم هستش و باید تیکت وا کنید. تو قسمت اینجا تو قسمت تیکت روی کرییت تیکت بزنید و بگید لینک فایل دانلودی برای چیزو میخوام که توی یوتیوب گذاشتم و من براتون میفرستم. و حتما باید جوین چنل دیسکوردمون شده باشید. این پک اول بود. پک دوم اینه که بیشتر رو FPS بوست و اینا بیشتر کار میکنه. پک سوم که برای موسکی بردم بریج سری فایل و CMD فایل و ایناست که همه اینا رو براتون توی دیسک گفتم میذارم. پک آخرم که برای نتورک، کسایی که مشکل پکت لاس دارن، مشکل اینه که پینگشون استیبل نیست، یه ذره جستریشون بده، میتونن از این پک استفاده کنن. و یه دی ان جامپر هم هستش آخرین گزینه که اینو اگه شما وا کنید، من دیفندر باشم بوده هیچی توش نیست، ولی براتون قرار میدم. یه دی ان جامپر اپشه، یه دی ان خوب گیمینگ پولی هم براتون میذارم و حتما توی دیسکورد بهم بگید که براتون این دی ان مخصوص بفرستم، چون توی این فایل نمیذارمش که همه بتونن استفاده کنن. و اگر خواستید بهم بگید که براتون بفرستم. حرف سخنی نیستش. توییک های من بچه ثابت شده است، هیچ مشکلی رو پیسیتون اعمال نمیکنه، هیچ اوورکلاکی نیست. که این کلا این توییک هایی که میزنیم چون فیری هم بچه ها کلا یه چیزای عادی رو به بالا، یعنی یه چیز متوسط رو به بالا هستن، در حد اون توییک های پولی که مثلا ما میفروشیم در حد 2 تومن. این پک رایگان در حد اون نیست. پس هر چیز رو در حد خودش مقایسه کنید. و اگر دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و چنل سابسکرایب کنید. دمتون گرم. لینک دانلود همین پک ها رو هم داخل دیسکریپشن میذارم. بوست به همتون. یا علی مدد تا ویدیو بعدی.